بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذا السماء وفي كل سماء وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما هموطنان نازنین و دوست داشتنی خودم. خیلی خوش اومدید. قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان دل در لحظه به لحظه ماه مبارک رمضان. خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم، خیلی خاطرتون رو میخوایم، خیلی ازتون تشکر میکنیم که تو این ثانیه ها طبق روال همیشه ما رو راه میدید، ما رو تماشا میکنیم و اجازه میدین روبروی شما بایستیم و بشینیم و قصه روایت کنیم. خیلی ممنون از این همه اقبالی که نسبت به قسمت‌های مختلف برنامه ما داشتیم و ما رو همراهی کردین و یه جایی حضور داشتیم و چقدر این انرژی میده به من و همه رفقام. تیتراژ امروز رو تقدیم شما میکنیم. از امروز دیگه شروع کردیم که شما هم در تیتراژ ما حضور داشته باشید. خیلی ممنونم بابت ارسال این تصاویر از گوشه گوشه سرزمینمون و حتی هموطنانی که در خارج از کشور دارن ما رو دنبال میکنن و حتی فارسی زبانانی که به ما تسلط دارن. خوش آمدید. امروز آغاز میکنیم. شب تو از لحظه های من نگیر، این همون داغی که میپرستمه. وقتی که دستاتو میگیرم ببین اختیار
کل دنیا دستمه. من که عمر پر از بغضم ببین، واسه یه لبخند تو چه میکنم؟ زندگی دلیل بغض من نبود، تو نمیخندی، تو نمیخندی که گریه میکنم. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. خودتو پایین میاری پای من که تو رو پیدا کنم. فقط همین چیزی جز افتادن از چشمای تو منو از بالا نمیزنه زمین. از خودم خیلی خجالت میکشم وقتی حتی از منم دلت پره، وقتی حال تو عوض نمی کنم. بودن من به چه دردی میخوره؟ تب تو از لحظه های من نگیر. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. دیگه بعد از این سمت من بیای، هرچی تو بگی، هرچی تو خب مجددا خوش اومدید. خیلی ممنون که در این آدینه ماه مبارک رمضان قراره که ما رو تماشا کنین و شنونده یک قصه و یک ماجرای دیگه از یک هموطنمون باشیم. روز گذشته رو تقدیم شما کردیم راجع به داستان و حماسه فرمانده جواد با همه متعلقاتش و پیرامون این آدم و همه آدم هایی که در این مسیر قدم برمی‌دارن. تقاضا میکنم که به سرعت لحظاتی از روز گذشته رو تماشا کنیم. بسیار سپاسگزارم ازتون به خاطر جریانی که انتهای برنامه ویدیو میگیرین و برای ماه عسل آندرلاین تیوی ارسال میکنین. امروز یه بخشی از صحبت شما رو پخش میکنیم. از فردا ابتدا و انتهای آیتم پشت صحنه روز گذشته حتما تصاویر شماست، اظهار نظر شما، قرائت و برداشت های شما از قصه های ماه عسل. بریم برمیگردیم. امروز هم قصه پرماجرایی داریم. خیلی ممنون. افتخار دارید. بفرمایید. مادرم خیلی خوش آمدید. بفرمایید. الان آقا محسن دقیقاً خانواده شما کجا زندگی میکنن؟ کربلا. الان کربلا هستید. نجف. نجف. از اطراف نجف. یعنی شما اصالتاً عراقی هستید. اما مادر خانواده اهل لرستان هستن اگر اشتباه نکنم و شهر خرم آباد. نکته جذاب اینه که شما جانباز هم شدین، شیمیایی هم شدین. شیمیایی شدم سال 61 بداية 62 تقریبا. اونور عراقه. نگاهتون چی بود که می‌جنگیدید؟ با صدام می‌جنگیدید؟ بله ما با رژیم صدام می‌جنگیدیم، نه با مردم عراق. چی دوست داری بگی از جواد؟ الان بگو. نسبت من برادر
فقط برادر نبود، دوست، نقش پدر واسه من بازی میکرد بعضی موقع، برادر بزرگتر، همه چیز بود دوستم. فرمانده، اون فرمانده خیلی قویه بود که فرمانده اصلا واسه من باشه، نه تنها من، واسه همه بچه‌ها. کارهای بزرگی هم کرده جواد. بله. اقول لك بعد تقدم اسمع كانوا اسمع. اول ماجرای سید زینب بود، سوریه، دفاع از حرم بود. رفتیم اونجا. کدوم عقل سلیمی هستش که از جنگ خوشش میاد؟ این بچه‌هایی که امروز الان رفتن و دارن می‌جنگن، بچه‌های مدافع حرم که حالا اسم گرفتن، مدافع حریمن، اینا مدافع حریم انسانیتن. اینا دارن میگن که جنگو تموم کنن. حاجی محسن همون شهیدی که بهتون گفتم 2 هفته از ازدواج میگردم، 2 هفته بود که ازدواج کردم. جواد، محسن و الا ماشاءالله جوانای زیادی که داریم و الان دارن میجنگن که ما امروز سر سفره‌های افطارمون توی شهرامون آروم بدون هیچ دغدغه امنیتی نگاه کنیم. ثمره این بچه‌هاست، نگاهیه که این بچه‌ها دارن. اصلا هدف مقاومت اسلامی رو هدف مقاومت اسلامی باز مظلومه، از شیعه و سنی، حتی اگر یه دین دیگه باشه مظلوم باشه باید ازش دفاع بکنه. بریم. شما چی پدرم؟ شما مشکل نداشتی برن؟ هیچ مشکل نداشت، من افتخار میکنم. همه چیزم جواد بود، واقعا همه چیزم، یعنی به جا پدرم، برادرم، یعنی همه فامیلم شده بود جواد. محسن چی کار کردن؟ چی شد که جواد شهید شد؟ تو منطقه بلد بودیم، رفته بود بیرون که تکفیری ترورش کردن. خیلی ممنون حاج آقا، خیلی ممنون آقا، مخلصیم. یالا حاج آقا مخلصیم. خیلی عالی. ببخشید اذیتتون هم کردیم از راه دور. بیشتر از همه کجاها جای خالی جواد این روزا احساس می‌کنی تو که همیشه باهاش بودی؟ کجاها جاش بیشتر خالیه؟ همه جا، تو همه زندگی من آخه پاش بودم همیشه 24 ساعته. اما این بار که رفتم فلوجه تو عملیات بودیم واقعا جاش خالیش رو احساس کردم. بازم تو عملیاتا جاش خالی می‌کنی چون همش تو اندادم هنوز هستی دیگه. محسنی که روبرو من نشسته بچه نسل ماست، شلوار لیش پاشه، پیرهن آستین کوتاه تنشه، یه جایی ممکنه راهش هم ندن نظر خیلی، ممکنه مثل من، مثل خیلی از رفقام بچه سسول این دوران به نظر برسه، اما بچه شیره. مثل خیلی بهت پول میدن؟ نه، ما اونجا تو بسیج مردم 8 شعبی بعضی از بچه‌ها هستن 2 سال و نیم تا الان پول نگرفتم. بعضی بچه‌ها بودن که داخل گردان ما بودن، اصلا بچه‌های ایرانی تهران مثلا، موتوری که باش کار میکرد فروخت که بیاد اونجا بجنگه. بار دوم تله‌های زنش رو فروخت که بیاد بجنگه. کدوم پول؟ عدد چی؟ اگه ما هممون فدای این بچه باشیم کمه. پول چی؟ کار چی؟ کسی که اگر سراغ داره بیاد فیششو بگه دیگه. این همه فیش اومده. اصلا قیمت داره. چه قیمتی داره؟ اون مادره. شما اشک این مادر رو ببین. قیمت داره. میگن 2 دست آدم هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن. کسایی که جنگ رو تجربه میکنن و کسایی که عاشق میشن. حالا وای به حال کسایی که عاشق میشن و میجنگن. ما این تندیس تقدیم مادر میکنیم و از هم تو هم که شونه به شونه بودی کنار جواد، این تندیس رو تقدیم مادر کن که مادر ان شاءالله یاد امروز این برنامه بکنین و بدونی که جای جواد درسته که اینجا خالی، اما تو دلای همه ما هست. جواد و جوادهایی که واقعا امروز جاشون خالیه رفتن برای اینکه امروز ما امنیت داشته باشیم و آرامش داشته باشیم. حتما این تندیس رو یه جایی کنار این بچه‌ها بذار ما تماشاش کنیم، کیف کنیم، چون کلی یاد این بچه‌ها. جواد رسید به اون چیزی که می‌خواست، اما منو باید برسم به چیزی که می‌خوام. سلام میگم به برای بچه‌های ماه عسل. من از کشور سوئد هستم. می‌خواستم بگم که خیال نکنید حالا ما که ایران نیستیم کلا نیستیم، ما هم اینجا تو سوئد کشور غربت
ماهمون عسله. امروز توی برنامه گفتی توی کربلا ما عسل میبینن. بله ما ساکن کربلا هستیم و همکنون داخل بین‌الحرمین هستیم. دعاگوی تمام برای بچه‌های ما عسل. I have a friend in Iran who I've known for 3 years and she showed me this program and I downloaded a few parts and I really liked them and she said it showed the lives of heroes in Iran, so this was really cool and now I really have a good respect for everybody living in Iran and I admire them. قطعاً آقا جوادم زیباترین قهرمانه. یاد گرفتیم که نشینیم اینجا قضاوت کنیم و حرف بزنیم، بریم مثل خودشون عمل کنیم. یکی این که خیلی ممنونم چقدر مظلوم و غریبانه اون هموطن ما صحبت کرد که از سوئد ماحصل رو تماشا می‌کرد. اشاره که سلامت باشه و به سرعت اینجا تو ایران ببینیمش. ممنون از اون همه محبتش. یه بنده خدا هم بود که اینجوری صحبت می‌کردم، من دقیقاً نفهمیدم از کجا بودن ولی داشت ماحصل نگاه می‌کردیم بنده خدا و خیلی برام جذاب بود که گفت من با آشنایی با قهرمانای سرزمین شما علاقه‌مند شدم و پیگیریم. خیلی جذاب. ممنونم از اون کسی که در واقع معرفی کرده بود برای تماشای این برنامه. 2 تا دوست گلمون که من دیدم چقدرم ذوق کردم. راست میگم، من دیروز سوال کردم که از محسن که شما تو کربلا برای ما رو می‌بینی، رفتم بین‌الحرمین با تصویر گرفته بودم و چقدر خستگی آدم از تنش به در میره با این تصاویر. خیلی ممنونم از این همه ابراز محبت و لطف تک تک شما. این مطلب دومی که میخوام بگم بهتون که خدا رو 100,000 مرتبه شکر، مثل سال گذشته از روز اول اتفاق خوبی براش افتاد و حالمون خوب کرد. ماجرای خوب باشیم بود. تکرار میکنم، یه کمپینی را انداختیم با توجه به تجربه گرانبهای سال گذشته. اسم شده خوب باشیم. نه به این جهتی که شما بد بودید الان قرار خوب باشید، نه خدا نکنه، هرگز همچین جسارتی نمی‌کنیم. تأکید روی فعل ماجراست، باشیمشه. این اکت جمعی مونه. این اتفاق و رفتار و کنشی که مربوط به یک جمعه، همه کنار هم دیگه. این خیلی اهمیت داره. خیلی هم ساده است. ما دیروز راجبش توضیح دادیم که واقعا ماجرای مادی توش دیگه اهمیتی نداره. نهادهایی که کار حمایتی میکنن تو کشور ما، یعنی شناسایی میکنن خانواده‌هایی رو که ضعیفن و بی‌بضاعتن و مسائل خیلی زیادی دارن، یک جمعیت آماری رو شکل داده که میلیونیه متاسفانه. این جمعیت کاملا شناسایی شدن که بی‌بضاعتن و مسائل متنوعی دارن. در این اپلیکیشنی که راجبش قرار صحبت کنیم به اسم خوب باشیم، همه وجود دارن. یعنی در واقع تقاضا درش وجود داره. حالا ماجرایی که طبق اولویت برای شما طرح شد، اولش پزشکی بود که به شما گفتم که خیلی ممنونم از آقای دکتر پیوندی، ریاست محترم نظام پزشکی استان تهران، همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با یه عدد عجیب وارد قصه شدن، قابل توجه همه دوستان و رفقا در سراسر کشورمون. نظام پزشکی تهران شروع کرد این ماجرا رو، اولین چراغ رو روشن کرد و شاید نزدیک 30,000 تا پزشک، چون خیلی هزینه داره برای آدم‌های اینجا. توضیح میدم. یکشون مثلا میگه من مثلا دارم میگم هفته‌ای 5 نفر میتونم سی تی اسکن رایگان کنم، 10 نفر میتونم ویزیت رایگان کنم، میتونم 2 نفر در طول ماه جراحی رایگان بکنم در این مکان. یعنی مثلا در برامی، در شهر ری، در مراغه، در تبریز، در بندرعباس، در بشاگرد، در زاهدان، در خراسان، نمیدونم فلان، هر جا. چون این اپلیکیشن کاملا به لحاظ جغرافیایی بست پیدا کرده، شما میتونید کاملا اعلام کنید. وقتی که واردش میشین تواناییتون رو توضیح میدید. الان بحث پزشکی، بعد بحث دوستان عزیز و شریف وکیل بنده است، کانون وکلا، که خیلی اینا مسائل دارن. چون همه آدم‌هایی که در واقع جمع آوری شده جمعیتشون در این اپلیکیشن، آدم‌هایی هستن که یا محصول یه آسیبن یا در معرض یه آسیبن. بنابراین به شدت بحث مشاوره حتی میتونه کمکشون کنه. دوستان روانشناس بنده، بزرگتره که تو این حوزه کار میکنن، دوستانی که میتونن کار آموزشی بکنن و سایر توانایی‌هایی که دیگه برمیگره به رفقای جوون من.
فعلا علل حساب شما اگر میخواین اپلیکیشن رو دانلود کنید از طریق در واقع خود اپلیکیشن 780 میتونید اقدام کنید. توضیح بدم، از فردا شروع میکنیم در واقع درگاه بیشتری رو معرفی کردن خدمتتون. شما وقتی عدد 7 رو به 2780 ارسال میکنید یه فایل برای شما میاد. اون فایلی که دانلود میکنید شما وارد در واقع اپلیکیشن 780 میشین و ماجرای خوب باشین. انشالله خدا کمک کنه. باور کنین اگر بخواید آدم چرتکه بندازه یا تبدیل به عددش کنه، این توانایی و مهارت من و شما بعضی موقع‌ها کاری میکنه که میلیاردها پول نمیکنه، حالمون هم خیلی بهتر میکنه. تو اون توانایی من یا سایر توانایی ها دیگه شما هر چی دارید میتونید ابراز کنید. من فلانی ام از شهر فلان، تواناییم اینه، این کارم در طول هفته میتونم انجام بدم. مثالش دیروز گفتم، یه وانت دارم هفته یه بار میتونم رایگان برای یه آدمی اسباب کشی کنم، به شما معرفی میشه، تو شهر خودتون این کارو انجام میدید. آقا من میتونم یه دیواری، میتونم یه خونه رو نقاشی رایگان کنم، برای کسی که واقعا مستحق این ماجراست و مطمئنم ان شاءالله یه عطربویی به زندگیمون خواهد داد اگر باز مثل همیشه شما در واقع انقدر محبت داشته باشین و یا علیشو بگید. این از این مطلب. مطلب دوم بازم تکرار میکنم، 2 شب عادت کردیم به دیدن ویدیوهایی که برای ما ارسال کردید. معسل خودتون رو با قهرمان خودتون ساختیم، انقدر توش خلاقیت دیدیم که واقعا عجیب بوده برای خودمون. خیلی ممنونم. بهتون قول میدم که همه ویدیوها دیده بشه. تشکر میکنم از شرکت محترم پاکسان که همه شرایطو داره فراهم میکنه، هم برای نشر ویدیوها، هم برای دعوت شما روز عید سعید فطر. یعنی این قولایی که ما از پاکسان گرفتیم و پای ما هست و پاکاره توی این ماجرا، برای اینکه این ویدیوها رو اونا مثل ما دیدن و خوششون اومده. هم برای دعوت دوستانی که قرار میزبانشون باشیم در عید فطر، هم سازندگان ویدیوها و قهرمانایی که کنارشون تشریف میارن و در واقع ماجراهای دیگه. بازم تکرار میکنم، به 5 تا ویدیو اول هر کدوم از سازنده 10 سکه بهار آزادی بهشون تعلق میگیره چون ما اصلا 10 سال شده. یک ویدیو که مردم بیشترین رأی بهش میدن 15 سکه بهار آزادی. خیلی ممنونم از همه محبتتون. اینم بگم تا یادم نرفته، تصاویر فرمانده جوادی دیدم دیروز با رفقا توی تایمی که پیدا کرده بودیم رفتیم فیلم ایستاده در غبار محسن مهدویان رو دیدیم. چقدر کار جذاب و متفاوت و خلاقانه‌ای بود. پیشنهاد میکنم اگر واقعا میتونید و شرایطشو دارین، حالا روز تعطیلم هست، فیلم جذابی راجع به احمد متوسلیان بزرگ سرزمینمون و کارهایی که کرده و اون تیمی که در واقع در نهایت گم میشن در تاریخ ما و هرگز ازشون خبری نیست. و این روزها ما اخباری شنیدیم که خیلی جذاب میکنه، خیلی هیجان انگیز میکنه این ماجرا. راجع به این فراق که نمیشه حرف زد، حداقل اگر پای حرف خانواده‌هاشون بشینیم بسیار بسیار تلخ و ناراحت کننده است. اما با دیدن این فیلم من خواهشم کردم از رفقا که حتما فکر کنم به روزش هم میتونیم نزدیک بشیم، اگر اشتباه نکنم تو تیر ماه در واقع سال روز یه جورایی اسمش رو میتونیم بذاریم سرقت این آدم ها در واقع. و حتما من در تمام تلاشم میکنم که یک روز رو اختصاص بدیم به این ماجرا و راجبش حرف بزنیم و شاید تیکه‌ای از این فیلم رو برای شما پخش بکنم. در کنار فیلم‌های دیگه‌ای هم که هست که میشه تماشاش کنی، حالا هم رفقامونم ابدا روز نمیدونم هنوز هست یا نه، فیلم خیلی خوبیه، بارکد مصطفی کی و کلی فیلم دیگه. این فیلم از بچه خلاقانش بسیار من دوستش داشتم، ایستاده در غبار رو اگه تونستین تماشاش کنید جذاب. خیلی ممنون. بریم سراغ قصه امروزمون. اصلا نمیتونم بگم که کسی هست در کشور ما که بگه ندیدم، نمیدونم راجع به چی حرف میزنید، اون قصه چیه، چی میگید، دور و بر ما نیست. نه این حرفو که میتونم باور کنم به هیچ وجه. بالاخره تماشاش کردید. خانواده نه فامیل، شاید فامیل نه همسایه، حتما همسایه نه دوست رفیق، هر جا سر کارتون، هر جا همکار، بالاخره دیدینش و جزء تکرار مکرراتیه که درست تکراریه، اما مگه خوب شده؟ مگه تموم شده؟ مگه رخت بسته از کشور ما برفته؟ درد عمیقی هم هست و خانواده سوزه، واقعا خانواده سوزه و آسیب هایی که بعد از این ماجرا رخ میده به مراتب وحشتناکتر از خودشه. برای همین امروز یک قصه کامل داریم که با یک خانواده برای شما روایت خواهیم کرد. دعوتشون میکنن تشریف بیارن، یک مادر، یک خواهر، یک برادر، برای روایت یک قصه در قلب یک خانواده. بفرمایید.
سلام مادرم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. موضوع چی بود؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید خانم. چطوری؟ حمیدرضا گل. خب خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید و ما رو محرم دونستید برای نقل داستان و قصه‌ای که قراره برای ما روایت کنید. ما چون ماجرامون طولانیه بریم سر اصل مطلب. خانواده شما در یک مقطعی با یک بحران بزرگ روبرو میشه که بین بچه‌های شما اتفاق میفته. شما چند تا بچه دارید مادرم؟ 5 تا بچه. 3 پسر 2 تا دختر. 3 تا پسر 2 تا دختر. این بحرانی که همه شما رو درگیر میکنه مربوط به کدوم یکی از بچه‌های شماست؟ بچه چندمتون؟ بچه دومم. دومین بچه‌تون؟ اولین پسرتون؟ بله. پسر بزرگتون؟ پسر بزرگم. بله. پسر بزرگی شما؟ بله. پس حمیدرضا ازش کوچیک‌تر؟ بله. شما چه خانم؟ من دختر بزرگم، خواهر بزرگترم. شما اولین فرزندین بله. و خواهر بزرگ؟ بله. اما این ماجرا مربوط به آقا پسر بزرگ خانواده است. چی شد مادرم؟ تعریف کن برامون. کی فهمیدی که این بچه من چرا داره این شکلی میشه؟ من اصلا هیچی از علیرضا ندیدم. نه معتادیشو دیدم، هیچ چیشو ندیدم. فقط از این اون میشنیدم که بچه من محتاج شده. فقط از دیگران میشنیدی؟ فقط از دیگران میشنیدم. خب چی کار میکردی؟ هیچ کاری نمیتونستم بکنم براش، چون یه 2-3 سالی رفتم محل کار تا آقای حمیدرضا خان بزرگ شدم. بعد دیگه ایشون گفت مادر دیگه جای شما نیست بری سر کار، من هستم. دیگه اون موقعم که الحمدلله شکر خدا. شما با توجه به شرایطتون مجبور بودین که کار کنید. بله. و چون شما کار میکردین یعنی خیلی خبردار از کار بچه‌تون نبودین؟ نبودم. فقط از این اون میشنیدم. از دوستا، از فامیلا میشنیدم. خب وقتی یه مادر از این اون میشنوه که بچهش گرفتار شده کاری نمیکنه؟ چون نمیتونستم کاری بکنم، چون میدونی نمیتونستم دنبالش تو خیابون برم، چون دیگه جا بر نمیشد که برم. امتحان کردین؟ آره امتحانشم کردم. چی میشد؟ در میرفت دستون؟ میرفت. حالا یا میفهمید میرفت یا نمیفهمید میرفت. وای نمیستاد یه جا. پدر تو این شرایط چی کار میکرد؟ پدر از دنیا رفته بود. از دنیا رفته بود. بله. شما زودتر فهمیدین یا حمیدرضا؟ من فهمیدم. یه خواهر چجوری میفهمه که برادرش گرفتار شد؟ خب از قیافش، از رفتارش، از کردارش، همش مثلا تو فکرم همش برای برادر خواهرام بود. فکرم خیلی براشون بود، به دنبالشون بود که مثلا علیرضا این کارو نکنه، علیرضا اون کارو نکنه، فلان نره، بسار نره. بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت خیلی مواظبش بودیم. همش به آقای اسماعیلی میگفتم که بیشتر مواظب علیرضا باش تا حمید. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که پدر زنده بود میتونست از پسش بر بیاد؟ آره از پدرم میترسید. از پدرم میترسید، بعد زیاد دنبال کاری نمیرفت. تا اگرم رفته بود من نفهمیدم. شما چون خواهر بزرگین احتمالاً کاملا یادتونه کودکی و نوجوانیتون رو با علیرضا یادتونه؟ بله. همچین پتانسیلی داشت تو نوجوانی؟ چه شکلی بود؟ شهر بود؟ شیطون آره بود؟ آروم بود؟ منزوی بود؟ نه شهر بود. اهل ریسک و جسارت بود؟ آره هی چیز میکرد. چی بود؟ شاخص بلند پروازی میکرد. میشه نکات اصلیشو بگین، شاخصهای اصلی رو بگین؟ تون رفتار میکرد. بعد با همه این کاراش از پدرم میترسید، زیاد دنبال برنامه نمیرفت. ولی بعداً اصلا نفهمیدم چی شد که از زندگی خارج شد، رفت دنبال این برنامه. مادر میگه گرفتار بودم نمیدونستم، شما خواهر بزرگی میگی نمیدونم چرا اینجوری شد. کی میدونه چرا اینجوری شد؟ پدرم مصرف کننده بود. یعنی پدر خودتون هم مواد مصرف میکرد؟ پدرم مصرف کننده بود. بعد و علیرضا این صحنه ها رو دیده بود؟ بله دیده بود. شما هیچ تلاش نکردین که حداقل این صحنه ها رو نبینید؟ انقدر این برمر زدم، انقدر دعوا میکردیم، کتک کاری میکردیم، ولی خب حریف نمیشدم. حریف پدرش نمیشد؟ حریف پدر نمیشدم. یعنی پدر جلوی بچه‌ها مصرف میکرد؟ میکرد داره. مثلا بچه‌ها خواب بودن یا مثلا علیرضا بلند میشد، ایشون بلند میشد.
یعنی یه جورایی قبحش برای بچه‌ها ریخته بود دیگه. آره دیگه ریخته. امیررضا تو چی؟ مادر فهمیده دستش به جایی بند نیست، دنبال علیرضا میکنه، علیرضا میپیچونتش. خواهر فهمیده یه جایی بخواد نزدیکتر شه، برخورد کنه، ممکنه در واقع حرمت بینشون برخوردم می‌کردم. درگیر شدیم ما هم دیگه. یعنی چیکار کردی؟ کتککاری می‌کردیم ولی اصلا جواب منو نمیداد. اصلا دستشو با من بلند نمی‌کرد ولی من کتککاری می‌کردیم با هم. یه بار با شلنگ زدمش. با شلنگ زدینش؟ چند سالش بود؟ علیرضا 16 17 سالش بود. زورتون میرسید من بزنید با خودم شلنگ؟ باردار بودم. آخه بعد رفتم تو دیدم یه صحنه خیلی بدی ازش دیدم. بعد شروع کردیم به کتککاری. یعنی صحنه مصرف کردنشو دیدین حالتون بد شد؟ آره. بعد هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم. و حتی زدینش؟ آره شلنگ وسط حیاط بود برداشتم دستم. آقامونم پیشم بود ولی اصلا دخالت نکرد، نیومد جلو. بعد زدم، علیرضا که اومد مثلا سرش اینجوری گرفت پایین، سرش رفت تو شیشه، ابروش اینا همش ترکید، خون اینا اومد. بعد اینا تقریبا بچه بودن، زیاد چیز نمی‌کردن چون برادر بزرگتر اینا بود، اینا ازش میترسیدن ولی من ازش نمیترسم، ولی خیلی حرمت منو داشت. بعد از خونه رفت بیرون. خطی مرور کنیم. پدر که خودش مصرف کننده است کاری نداره. مادر گرفتار مشغله داره کار میکنه برای اینکه نون تو خونه بیاره. بله. 2-3 بار تعقیب میکنه، علیرضا از همسایه‌ها میشنوه پسرت داره کارایی میکنه، حواست به پسرت باشه، پسش بر نمیاد. حمید فرار میکنه دستش. خواهر چیکار کنه؟ دلسوزی، نگرانی باش برخورد میکنه، به کتککاری میرسه، خودش بارداره، باید که حواسش به خودش باشه، فش میده، میزنتش، باز کار خودشو میکنه. میرسه به برادر خانواده. تو چیکار کردی؟ تو برادر کوچیک‌تر، تازه باید احترامش هم نگه داری. بعد از من یه کوچیک‌ترم هست آقا اسلام. نه تو از علیرضا کوچیک‌تری. من از علیرضا. وقتی پدرمو مرد ما دیگه همه امیدمون ناامید بود. با اینه که پدر مصرف کننده بود ولی خب پدر بود. همه کارهای ما مشورت هم با خواهرم. آخه پدرتون اگه بود مگه میتونست بگه نکش، خود داری میکشی؟ خب نه، اون دیگه میترسید از پدر. از پدر میترسید علیرضا. خب میرفت یه جای دیگه میکشید که شماها نمیدونید، باباش نبینید. یعنی تا وقتی که پدر زنده بود علیرضا کوچکترین حرفی نمیتونست. وقتی پدر که مرد ما واقعا دیگه همه چیمون از بین رفت. علیرضا معتاد شد، مادر سر کار. سوالمو تکرار میکنم، انتخاب شما حضور یک پدر مصرف کننده است در یک خانواده تا نبودش. بله. این جواب مهمیه. بله. خب بعدن پدرم که مرد دیگه من و علیرضا با هم کار میکردیم، با هم دیگه کار میکردیم. علیرضا شهربازی در می آورد. یعنی چی؟ با صاحبکار دعوا میکرد، صاحبکار انداختتش بیرون، من موندم سر کار. پدرمون که مرد خواهرم فهمید که علیرضا مصرف کننده شده. نه تنها فهمیده بلکه با این تصویر روبرو شده. یه خواهر بعد از این با تصویر روبرو شد. بعدن آقا احسان علیرضا خیلی ما رو اذیت کرد. من رفتم سرکار دیگه، بعد چند سبای دیگه من شدم بوده 11-12 سالم دیگه، نذاشتم مادر بره سر کار. آخه تو 11-12 سالگی؟ آره من کار میکردم. یعنی چیکار کردی؟ هر کاری که بگی. مثلا توی پارک بهمن سیگار فروخته، مثلا فروشگاه رفاه نوشابه می‌خریدم می‌بردم به بقالی ها می‌فروخته، برای اینکه دیگه مادر بیشتر از این به زحمت نره. آره دیگه نره. علیرضا چیکار می‌کرد تو؟ علیرضا 12-1 شب میامد خونه، سر کار میرفت ولی خب یه مصرف هم بود دیگه. احتمالاً هرچی هم درآمد داشته خرج مواد میکرد. تازه خیلی ضرر هم به ما زد ولی خب خیلی اذیتمون کرد. اینکه هیچ کس نبود، پدر نبود، خواهر رفته بود خونه بخت، یه خواهر کوچیک‌تر داشتم با یه محمد رضا. چقدر این روزا برای خواهر سخت می‌گذره، خیلی سخت. وارد خونه یه آدم دیگه شده. خواهرام معمولا دنبال آبروداری برادر و پدر و مادر خودشون. خیلی روزای سختیه. این خواهر من زیاد نمیتونه حرف بزنه، از این که من حرف بزنم جای خواهر.
رفت توی خانواده. چرا نمیتونم؟ خیلی بهتره تو حرف آره قشنگ، ولی خب میترسم ازش. میترسم آقا احسان. از خواهرت میترسی؟ آره. چرا از خواهرت میترسی؟ خب چرا این ترس تو رو علیرضا ازش نداشته؟ به من بگو. ببین یه چیزی بهت بگم آقا احسان، علیرضا رو مفصل با شیلنگ زده ها. علیرضا هم ترس داشت، ولی خب نمیدونم چرا یه دفعه کله شقی کرد و رفت دنبال این کارا. نه من میخوام به اینجا برسم. مگه ترس کافیه؟ یه بچه ممکنه بترسه از مادرش، از پدرش، ولی یه کاری میکنه که ترسه نمیتونه اصلا پاسخگویی واسش باشه. میگم از شما میترسیده، ولی با شما رفیق نبوده. علیرضا بوده با شما درد دل کنه، درداشو بگی به شما؟ نه نبود اصلا. خونه نبود که، خونه نمیمون. حمید بیشتر به من درد دل میکرد تا علیرضا. علیرضا اولی که پدرم فوت کرده بود درد دل میکرد، ولی بعدن که افتاد توی این برنامه نه، خونه نمون، همش از من دوری میکرد. تو میگفتی؟ بعدن رفتم سر کار. من زیاد با خواهر بودم، هرچی که میشد با این درد دل میکردم، صحبت میکردم، گفتم اینجوری. این خیلی راهنمایی میکرد منو. علیرضا تو هم ممکن بود راه علیرضا رو بری؟ اصلا. چرا؟ چون علیرضا دیدم. ما اصلا هممون فکر اون بودیم، میگفتیم این میره، چون این برنامه پدرشو ندیده بود. زیاد ندیده بود، ولی علیرضا خیلی میدید. من از 9 سالگی کار کردم آقا احسان، 3 ماه تعطیلی رو. وقتی پدرم مرد، علیرضا رفت تو این داستان، من یه براوو داشتم، خیلی کار میکردم، خانوادم خیلی بهتر از من میدونن. میگفتم چون که علیرضا دیگه معتاد شده. علیرضا خیلی وقتا هم میاد پول میگرفت. شد وسیله خونتون رو بفروشه مثلا؟ آره. خیلی. چیکار میکردین؟ هیچی، اما الان داشتم میومدیم یه داستان تعریف کردم، علیرضا تو ماشین نبود. گفتم حمید رضا یادته یه بار به علیرضا گفتش که علیرضا هر کاری میکنی زندگی هر چی جمع کن ببر، فقط کاری به مامان و خواهر و برادر کوچیک‌ترت نداشته باش. بعد اومدیم زنگ زد به من گفت آبجی بیا خونه. دیدیم یه نامه نوشته علیرضا، من میرم پاک میشم میام، شما رو خسته کردم، من برادر بدی بودم، این حرفا. اینا زنگ زدم، من دیدم فرش رو لول کرده برده، نمیدونم یه سری وسایل رو هر چی جمع کرده برده که مثلا پاک شه بیاد. پس این مال قصه ها و کتابا و فیلم ها نیست، واقعا آدم این کارو میکنه. به یه جایی میرسه که این کارو میکنه. یه روز 2 روز علیرضا هیچ خبری ازش نبود. هی حمید به من میگفت آبجی پس علیرضا. گفتم ناراحت نباش میام. من به این میگفتم حمید علیرضا نره جای کار دیگه بکنه. گفت نه ناراحت. هی با هم دلداری میدادیم همدیگه رو. دیدیم بعد 2 روز علیرضا اومد، وضع از اونی که بود بدتر اومد. بعد بهش گفتیم پس تو رفتی پاک چی بیای؟ هیچی نمیگفت. نه من سالمم، هر کاری هم میکرد بهش میگفتیم میگفت من سالمم، من هیچی مصرف نمیکردم. چند وقت بود تو خونه من بود، میومد میرفت تو دستشویی خونه من کارشو انجام میداد، میومد بیرون ولی میگفت نه من کاری نمیکنم. گفتم علیرضا من بچه دارم، این کارو نکن. گوش نمیداد. دیگه آخر سر دیگه منو خسته کرد، دیگه از خونه انداختمش بیرون. چی بهش گفتی؟ برای خواهر خیلی سخته. بذار حمیدرضا خودش حرف بزنه. همه به شما حق میدم، شما بچه تو خونه داشتی، هر چی گفتی برادرت گوش نکرده، قصه پدر تو ذهنتون بوده، ولی برای یه خواهر خیلی سخته. دیگه به یه جایی میرسه که دیگه میرسه به اینجاش، میگه برو بیرون. دستش گرفتم از خونه پرتش کردم بیرون، گفتم دیگه نمیخوام قیافتو ببینم. شما همینطور مادر؟ شما قطع امید کردی ازش؟ نه مامانم خونه نبود. بعد شب اومد گفت پس علیرضا گفت هیچی نگفتم به مامانم. بچه‌ها همه خونه ما بودن. بعد چند روز دیگه به مامان گفتم که من این کارو کردم. هی به آقامو میگفتم که نادر خدا کنه علیرضا برگرده. هی امید داشتم که برگرده. شب میخوابیدم میگفتم علیرضا جاش گرمه. غذا میخوردم میگفتم خدا کنه علیرضا غذا بخوره. خیلی پشیمون شدم این کارو کرده بودم، ولی بچه‌ها میخواستم برن دنبالش بازم نمیذاشتن. میگفتم بذارید خوب بشه برگرده. شاید بدتر میشد. دیگه چیکار میکردم؟ بدتر شده بود. دیگه خستم کرده بودم. میگفتیم دور از جون زنگ زدم میگم بیا جنازه‌اش ببرید. دوست آشنا همه میگفتن اینجا رسیده بود. به اینجا رسیده که چیکار کنن؟ میگفتیم زنگ زدم میگن مرده بیا جنازه‌شو ببرید.
به اینجا رسیدیم دیگه. یه چیزی میخوام بپرسم، با احتیاط میپرسم، ولی چون اینو خیلی شنیدیم در آدم‌های دیگه. الانم میدونم شما داره یادآوری میشه براتون و ناراحتتون میکنه. مادرم خیلی معذرت میخوام از شما، خیلی عذرخواهی میکنم. ان شاءالله خدا اون روزو نیاره. عمر 120 ساله براش شد آرزوی مرگشو بکنیم که دیگه حداقل بره خلاص شیم. خیلی شد از این برنامه، خیلی شما عنوان مادر کردین این کارو؟ آره. این راضی به مردنش شدی؟ مردنش شده بودم. اینقدر حرف توی این سر من رفت. من که دیگه اصلا دیگه از پدرش که این مخم هنگ کرده بود، دیگه اصلا نمیدونستم، اصلا باور نمیکردم که علیرضا تو این برنامه بره. اصلا نمیگفتم میره. شما چی شد؟ آره. که خدا حداقل ببرش راحت چی؟ خیلی این کارو میکنن. بودم یا پاک شه یا خدا نجاتش بده یا اینکه دور از جون. یا اینکه چی؟ نمیتونم بگم. الان نمیتونیم بگیم ولی موقع بهش مثل خواهر برادرامو خیلی دوست دارم، مثل بچهای خودم میدونم، خیلی دوستشون دارم. چرا بچگی بزرگشون کرده. همین تو چی؟ تو شد این اتفاق برات بیفته که این آدم داره آبرو حیثیتمون رو میبره. آقا حسن مادر کار میکنه، خواهر این همه داره استراب و نگرانی میکشه. من دارم 11 سالگی میدوام کار میکنم. علیرضا آقا حسن همه چیمون بود دیگه. بعد پدرم واقعا جایگاه پدر رو داشت واسه ما. وقتی علیرضا معتاد شد من سر کار میرفتم، بعد از ظهر منتظر بودم دیر بیام تاریک باشه، کسی منو تو کوچه نبینه. دلیلش این بود که یکی جلوم میگه داداش این پسر معتاده تویی؟ گفتم آره. کپسولای گاز ما رو برده. ای بابا. چند تا بوده؟ خودت میدونی، حوالت به ابوالفضل 2 تا. چقدر میشه؟ نه اولی 3 تا بود، گفت 30 تومن. من خب اون موقع کار میکردم، چره خونه، خرج خونه، همه را به گردن من بود. خدا نگهدار این داماد بزرگه ما باشه. میرفتم میگفتم حاجی نشده بود اون موقع، آقا نادر. آقا نادر. آره آقا نادر. اسمش فهمیدم. آره آقا نادر. آقا نادر. گفتم آقا نادر یه چک به من بده. خیلی بامزه. بهشم گفتم خودم پاس میکنم ها. گفت برای چی؟ گفتم کپسول گاز دوست. همین جواب منو بده. تو هم شد آرزو مرگ علیرضا رو بکنی؟ آره صادقانه آره. من منتظر بودم هر کی زنگ میزنه بهم زنگ بزنه که مرد بیا. خیلی اذیتم کرد، واقعا خیلی اذیت کرد ما رو علیرضا. بریم آگهی ها رو ببینیم لطفاً. حتما تا پایان ما رو دنبال کنین لطفاً. این ماجرا ادامه داره، به روزای خوبش هم میرسه. خب خوش اومدید مجدد هموطنان عزیز من. قصه رو برای شما تعریف کردیم تا روزهای خیلی سخت و سنگینش. تکرار میکنم برای اینکه ممکنه یه عده الان دارم ما رو نگاه میکنن. انقدر که مادر، خواهر و برادر آرزوی رفتن و رفتن و رفتن و حتی برنگشتن عزیزشون رو میکنن، انقدر که دنیا رو براشون تیره و تار کرده بود.
تو این ماجرای علیرضا روزی با تو برخورد میکنه و از تو چیزی میخواد، دیالوگی بین تو مطرح میشه. از مادر شنید مادرش بود، از خواهر بزرگش شنید خواهر بزرگش بود، پدر نبود که بهش چیزی بگه. اما برادر کوچیکه که میرفت تو اون کپسولایی که برداشته بودم میداد، تو اون اشتباهات برادر بزرگه رو میداد، توقع نداشت. تو یه جمله‌ای بهش گفتی تکونش داد. چی شد بین تو؟ نداشتم از سر کار میامدم. با ساختاری که علیرضا برای من ایجاد کرده بود واقعا خیلی سخت بود زندگی برام، چون هیچ کس نبود. خواهرم وقتی خونه ما بود خب کمکم، وقتی خواهرم ازدواج کرد رفت دیگه من شدم تک و تنها. وقتی پدرم هم فوت کرد علیرضا هم معتاد شد. زندگی واقعا برام فشار بود، خیلی فشار بود. یعنی قدرت نداشتم علیرضا رو بزنم، زورم نمیرسید. گفتم بزنیش؟ آره خیلی اذیتم. گفتم اب نداره کنم یه پول جمع میدم 2 نفر بزنن علیرضا رو. به اینجا رسید. خیلی اذیتم میکرد، خدا میدونه. علیرضا خیلی ما رو اذیت کرد. یه روز تو نازی‌آباد من یه براوو داشتم، دیدم علیرضا واسطاده اونجا، نگه داشتم. چند وقتم بود ندیده بودمش. گفتم علیرضا. گفت چیه؟ گفتم بوی لجن که توی جوبه، اون بو رو میبینی؟ اونو من میتونم تحمل کنم، میگم لجنه، ولی تو رو نمیتونم تحمل کنم علیرضا. بعدن سخت. چیکار کرد؟ نزد تو گوشت؟ تو داداش کوچیکش بودی، بیادبی کردی بهش؟ نه علیرضا چون که ما رو خیلی اذیت کرد، خدا وکیلی تو اون موقع اذیتش کاری نداشت. و رفت همین؟ رفت. این حرفو بهش زدی شنید و رفت؟ رفت. رفت تا چند وقت دیگه گفت میخوام ترک کنم. شما چیزی می‌خواستین بگین؟ بله، علیرضا یه مدت افتاده بود زندان، همون موقع که بچه‌ها خونه ما بودن. بعد از زندان آزاد شد. زنگ زد گفتش که من پاک شدم. گفتم دروغ میگی. بعد رفته بود بردرشاه بزرگم تو نازی‌آباد خیاطی داشت. رفته بود در مغازه اون گفته بود که داداش میخوام ترک کنم. ترک کردم ایول. بعد اومد در خونه ما رو زد. من اون شب مهمون داشتم. هم بردرشاه خونه ما بودن. بعد غذا درست کرده بودیم، علیرضا اومد زنگو زد. پسر بزرگم گوشو برش مامان داییه. گفتم گوشیو بذار. بردرشاه بزرگم با آقامون بلند شدن رفتم پایین علیرضا رو بردن تو راهرو. بعد زنگ زدن به من گفتن که یه قشاب غذا بفرست بیاد پایین. گفتم نمیفرستم. علیرضا ترک نکرده. دروغ میگه. بعد بردرشاه بزرگم منو دعوا کرد. گفتش به تو گفتم بفرست بیاد پایین یه قشاب غذا. ریختم اومد برد پایین گذاشته بود تو راهرو داشت میخورد. من دلم طاقت نمی‌رسید. بدو رفتم پایین از در خونه پدرشوهرم. دلا شدم علیرضا رو نگاه کردم. دیدم اونجوری داره غذا میخوره. بازم خودم عذاب وجدان گرفتم. گفتم من این کارو کردم. این برخورد شما بعد از زمانی بود که بیرونش کردی؟ آره. رفت زندان، بیرونش کردم. رفت زندان اومد گفت من پاکم، من ترک کردم. یعنی ممکنه اون اصلا حتی اون بیرون کردن شما کارو بدتر کرده باشه برای علیرضا. بذاریم دعوتش کنیم. خیلی پشت سرش حرف زدیم ولی راضیه. آقا علیرضا بفرمایید. چطوری؟ خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدیم. بشین علیرضا جان. چه کردی تو بابا؟ انقدر سخت بود اون دوران که خواهرت از تعریف کردن و روایت کردنش فکر کنم چند لیتری تا الان اشک ریخته شد. حمیدم همینطور، مادرم همینطور. از کجاش بگیم علیرضا؟ ببین به نظرم خیلی روزای سختی‌ها رو خیلی خوب تعریف کردن. چیزی برای تو باقی نمونده که بگی. من با 2 تا نکتهش خیلی کار دارم. خواهرت هم یعنی اعتقاد داره تو رو از خونه بیرون میکنن و بعد خبردار میشن که تو سرکلت زندان پیدا شد. این یه مطلب. 2
دیالوگای آخرت با حمیدرضا برادر کوچیکه که ازش توقع نداشتی اون حرفو بهت بزنه، چه اتفاقی برای علیرضا افتاد؟ من خسته شده بودم، خیلی خسته شده بودم، خودم هم خیلی خسته شده بودم. بالاخره یه سری اتفاقات تو زندگی من افتاده بود که فکرشو نمی‌کردم. اصلا من فکرشو نمی‌کردم که من مصرف کننده مواد مخدر بشم، فکر نمی‌کردم. من میگفتم که بابا من دیدم، من خیلی یارو دیدم، اما علیرضا گوشات شکسته، تو کشته هم میگرفتی ها؟ اگه خدا قبول کنه آره. یعنی ورزشکارم بودی؟ آره یه مدتی آره. دیگه عمرم باور نمیکنه بابا من کشتگی رو قهرمان من معتاد شدم. من میگفتم که پدرمو دیدم و اتفاقاتی که تو زندگی ما افتاده، سختی ها، پستی بلندی ها، فراز و نشیب هایی که تو زندگیمون داشتیم، من عمرن. خب تو که اون پدر رو دیدی، تو که اون شرایط رو دیدی، تو که سختی زندگی مادرت رو دیدی که داشت کار میکرد، زد جای خواهرت و سختی حمیدرضا رو، چرا علیرضا چرا؟ پسر بزرگه، مرد خونه بعد بابا. من بعداً اینو متوجه شدم. ببین اعتیاد هیچ علمی ثابت نکرده که بیماری خانوادگیه. من درونم افراط و تفرید و خود بزرگبینی همیشه زیاد بود، خیلی زیاد بود. افراط و تفرید من از بقیه بیشتر بود. با پدرم خیلی جاها میرفتم، من مثل کنه بودم، بهش میچسبیدم، همه جا میرفتم. برای من همه چیز ضبط شده بود تو ذهن من و آمادگی کامل داشتم واسه مصرف مواد مخدر. یه جرقه‌ای خورد، کم آوردم تو زندگی. یعنی چی کم آوردی؟ گفتم که وای پدرم رفت، 3 تا بچه صغیر، مادر، کرایه خونه، چیکار باید بکنم من؟ ورزش هم میکردم، خیلی دوست داشتم منم مثل دیگران باشم، منم دوست داشتم برم سکو، دوست داشتم، چون اطرافم همه قهرمان بودن، اطراف من همه قهرمان تیم ملی بودن. برای همین یواش‌ها شروع کردی مواد مصرف کردن؟ مسابقه‌ای داشتیم. جواب سوالت میخوام بدم که برگشت گفت چرا؟ چی شد؟ یه مسابقه‌ای داشتیم برای اولین بار، رفتیم توی باغ، یکی از دوستای ما یه باغی داشتش، رفتیم تو اون باغه نشستیم، خیلی اونا گفتن اینو باید اقرار کنم بهش که اون دوستانمون به من گفتن که تو مصرف نکن. برگشتم گفتم بابا ورزش میکنم، از تنم عرق میکنم، سمش از بدنم میزنه بیرون، میخوام ببینم چیه. مصرف کردم، روی اون تخت خوابیدم، من احساس می‌کردم 3 متر از روی اون تخت روی هوا. خیلی بهم لذت داد. هر چی دیگه مصرف کردم به اون لذت اولیه برسم نرسیدم. دیگه شروع شد موادهای مختلف، 4 مواد اصلیه، همه چی کشیدم به غیر از این صنعتی‌ها رو، سنتی‌ها رو کشیدم، چون دیگه اون لحظه‌ای که ما اومدیم برای قطع مصرف مواد مخدر تازه اومده بود این صنعتی‌ها و شکر خدا که مصرف. علیرضا این چه ماجراییه؟ نمیتونیم یه چیزی رو کتمان کنیم. آدمایی هستن که ممکنه مواد مخدر مصرف کنن همین الان، ولی ممکنه خیلی کارا رو نکنن در کنارش، حواسشون به خانواده‌شون هم باشه، کارا رو هم بکنن، حالا بالاخره یه دوزی داره، یه چیزی داره دیگه، نمیدونم. ولی علیرضا کجا اون اتفاقه میفته که روز به روز این تابوها شکسته میشه، این حرمت‌ها از بین میره؟ یعنی تو دستت میره به کپسول همسایه، ممکنه تو روی خواهرت وایسی، ممکنه تو روی مادرت وایسی، ممکنه تو گوش داداشت بزنی، ممکنه آبروشون رو ببری، ممکنه حتی چیزی که تو یواشکی تعریف کردی و اینقدر الان به اون گذشته از همه عمیق‌تر نگاه میکنی، اینه که حتی وقتی بیرونت میکنن ممکنه برای معاش خودت بری سراغ مواد فروختن، حتی چیزی که اصلا فکرشو نمیکردی که من مواد بدم دست مردم.
ببین این سیره چه جوری علیرضا، چه اتفاقی هی روز به روز تو رو بیشتر دفع میکنه توش. ببینید مواد مخدر اعتقاد منه، مواد مخدر اعتقاد شخصی خود منه، زورش از خدا انقدر کمتره. واقعا دارم جدا اینو بهت میگم، زور مواد مخدر انقدر از خدا کمتره. خیلی چیز نامرده. هر کی بگه من این کارو میکنم، من میگم من با ثبت با سند بهش نشون میدم، میگم بالاخره یه روز این اتفاق میفته. من همونی هم که میگفتم که نمیشم، مگه داریم، مگه میشه، اما شد. کسی که لبش خورد به بافور شسته میشه با کافور. اینو جدا دارم بهت میگم، کسی که لبش بخوره به بافور شسته میشه با کافور. این اعتقاد من بود. ببین مگر اینکه دیگه نجات پیدا کنی، مگر اینکه یه جرقه‌ای بهت بخوره برگردی مسیرتو برگردی. چه برگردی میگی یارو طرف داره، خیلی هستن دارن، ولی من به ثبت با سند برابر بهت میگم که این کارتون خواب تو خونشه. کارتون خواب تو خونشه؟ کارتون خواب تو خونشه. کارتون خواب فقط این نیستش که من تو خیابون بخوابم، که خیلی ها هستن با تمام داشته هاشون، با ماشین فلانشون. ببین آقای علی خانی، وقتی که شما میری تو خونه با تمام داشته هات، حساب بانکیت هم فلانه، شکات داره فلان میشه، همه اینا درست، اوکی. خب وقتی میری تو خونه‌ات بچت بهت اینجوری میکنه، غذا رو اینجوری میذارن جلوت، یعنی چی؟ وقتی که تنها میخوابی تو خونه‌ات، 4 تا بچه داری، حالا 2 تا بچه داری، زن داری، زندگی داری، وقتی تنها میخوابی یعنی چی؟ یعنی کارتون خواب دیگه. آفرین. می کارتون خوابی فقط همینه که شما بری تو خیابون کارتون بندازی زیرت، یه کارتون امرسان هم بگیری، تبلیغ کردم. آره. یه کارتون یخچال هم بندازی زیرت بگیری بخوابی، بعد بگم کارتون خوابه. نه، کارتون خوابه تو خونه هم هستن. علیرضا از خودت بگو. من یه چیزی لاین قصه به ذهنم رسید، چون خیلی خوب تعریف کردن خانواده. تو رو وقتی بیرون کردن که دیگه چیزی واسه باختن نداشتی، اینو کوتاه بگو، این مهمه. تا حالا کسی راجع به این حرف نزده. تو یه خانواده پر جمعیتی که یه اصولی داشته، یه قاعده‌ای داشته اومده بودی، علیرضا چی شد که حتی شروع کردی مواد فروختن؟ این چیزی که برای خانواده تو نبود. اگر میفهمیدن ممکنه خودشون بکشنت. من نمیدونم، اصلا نمیدونم. من دیرو فهمیدم، پیرو فهمیدم. خدا همینجوری نمیدونستید این قصه رو، کلی نفرینش کردید. وای بالا این. نه نفرین نمی‌کردیم. نه من اصلا نفرین نمی‌کردم. نه نفرین. من به همون منظورم همون نکته بود که میگفتیم دیگه کاشکی بره. آره. خدا بگیرد. این نفرینه. آره. اسم این نفرینه که یه خواهر بگی خدای ببرش، مادر بگی خدای ببرش خسته شدم. اسم این چیه؟ آره. آقا نفرینه. چی شد علیرضا؟ اول خودتو بگو، بعد بر مردم نسخه بپیچ. ببین من خدا رفتگانتون رو بیامرزه، روز جمعه است، من خدا همه اصلا خواب بیامرزه. پدرم همیشه به من میگفتش که اگه خواستی با کسی بگردی با 5 سال بزرگتر از خودت بگرد. رفیق خواستی برای خودت پیدا کنی 5 سال بزرگتر باشه از خودت. آیا الزاما چیز خوبی نیست؟ حالا اعتقاد یه توصیه بوده دیگه. بله. خب شاید قدیمی ها اینجوری فکر میکردن، الان تکنولوژی پیشرفت کرده شاید. بعد خب چی شد که رفتیم سمت مسئله فروش مواد مخدر؟ حالا در همون حد تو پارک بالاخره تو ولت هم واسه پول در بیاری. آره، چون من اول اینو بگم، من از اون فروش مواد مخدر یه تومانی تو خونم نبردم، به خانوادم نه. چیکار میکردی پولشو؟ یا مصرف میکردم یا میخوردم میگشتم، اصلا به خانوادم ندادم. اما چرا قبلش که کار میکردم تو دستی تقدیم میکردم، کرایه خونه، خرج خونه و داستانه. چون ما یه دونه یه
تحت قاری داشتیم. محمد رضا اون موقع که پدر من فوت کرد 13 ماهش بود. پدر من فوت کرد، من همون دقیقه نرفتم سمت مصرف مواد مخدرات. یه تایمی طول کشید. علیرضا از این بگو که اونجایی که مغزت به تو فرمان داد، اونجایی که دلت قلبت گفت علیرضا اشکال نداره حالا موادم بفروش، دیگه سر کار نمیرفتم، یه توان کار کردن نداشتم، یه اجبار به مصرف شده بودم. اجبار به مصرف شده بودم. وقتی اجبار به مصرف بشی نمیتونی صبح زود بلنش بری سر کاره، ساعت 10 11 هر موقع که دوست داشته باشی عشقت بکشه بری سر کار. این اتفاق افتاده بود. منم می‌خواستم، باید درآمد داشتم دیگه، باید بالاخره مصرف مواد من زیاد بود، باید پول زیادی بابتش میدادم. این نمیتونستی هم هر دقیقه بیای بری سمت کیف مامان و کیف آبجی و همه هم برده بودی تا کپسول فرض زیر پا رو برده بودی. آره خب اجبار به مصرف بودم. درست. ذات من اینجور نبود. پر قنداق من قشنگ بود. تو ذاتت اینجوری نبوده که الان اینجایی. بگو چرا؟ من نیاز پیدا کردم، باید پوله رو در می آوردم، باید یه جوری پوله رو در می آوردم دیگه رفتم به سمت فروش مواد مخدر. علیرضا شنیدی یه کسی شبیه مادرت، یه کسی شبیه خواهرت این صحنه رو از تو ببینه، خواهرت صحنه مصرف تو دید، بیرونت کرد با شیلنگم یه فصل سیر دادتت. کسی موقعی مواد فروختن بچهای مردم دیده تو پارک یه حرفی بزنه، یه چیزی بگی باید برخورد کنه؟ یه خانومی وقتی یه جنس رو دادم دست یه بنده خدایی، من نمیدونم چیش بود، ولی به من برگشت گفتش خیلی راحت تو اون وایساد، برگشت گفت مادرت به عزات بشینه. گفت مادرت به عزات بشین. آره چه جوانای مردم رو داری بیچاره می‌کنی. 3 روز بعدش این اتفاق افتاد. معمولا شبا جنس رو میگرفتیم، خورد میکردیم که صبح بریم دست مشتری. اون روز صبح گرفتیم جنس رو، صاحب جنسمون نیامد، فردا صبحش اومد. رفتیم سر حالا قراری که داشتیم، رفتیم جنسمون گرفتیم. اونجایی هم که خورد میکردیم جاش روزا نامناسب بود، باید شبا میرفتیم. رفتم تو همه نمره محل اون شروع کردم به خورد کردن. اول مصرف کردم، بعد شروع کردم به خورد کردن. 4 نفر بچه هم بودن که مشتری ها رو راه مینداختن. اون روز استفاده کردم، جنس جلوم بود، تست میکردم، تزریق میکردم. تزریق رو که کردم اووردوز کردم، با صورت رفتم تو جنس. نمیدونم کی سر نماز بود، کی دعا کرده بود، نمیدونم چی کار کرده بودم که خدا دوباره من برگرد. یه بار اونجوری برم گرد. یه دوستی که اومده بود جنس بگیره دم در اون همون نمره متوجه در رو باز گذاشته بودم. اینا من فکر میکنم که الان بهش میرسم، یه لطف خدا بوده، برام داستان داشته، برام چیده بوده خدا. اومد من احیا کرد به خودم. اومدم میگم ای درس عبرت نشد برای من، اینقدر پوسکلوف بودم. علیرضا میخوام آیتمه رو پخش کنم، بهم بگو بعد از اینکه برادر کوچیکت بهت میگه ببخشید، خیلی سخته برای برادر بزرگ که برادر کوچیکش بهش بگه تو از لجن کمتری. خواهرت هم بیرونت کرد، خواهری که میمرده برات انقدر دوست داشته، همون برادرت هم همینطور، هم مادرت هم همینطور. علیرضا رفتی بیرون، کارتون خوابی، دست به مواد فروشی، نه که ثروتی هم جمع کنی، واسه اینکه بدونی بگیری بخوری مصرف کنی، همین. علیرضا چجوری برگشتی؟ خیلی برام سخت. وقتی این حرفو شنیدم بهم گفتش انگار که یه پتکی بود تو سر و صورت و دهن و دماغ من. پتک بود، شک نبود. کسی که بزرگش کرد. چرا نزدیش؟ زورت بهش نمیرسید؟ نه خب چی بگم که زورم نمیرسید، بگم که احساسی بودم، بگم نمیدونم چی بگم. آره روم نمیشه. شاید هم علیرضا پذیرفتی حرفشو. آره پذیرفتم. آره علی خانی، من اینو بگم، من وقتی که اومدم برای قطع مصرف کل گذشته‌مو فراموش کردم. وقتی که الان داری ازم میپرسی برام تداعی میشه،
خیلی برام سخته. اون روز وقتی بهم گفت مثل کسی که له و لورده شده، آویزون که بودیم، بدتر شدم. به سمت محل زندگیم رفتم، خیلی با خودم کلنجار رفتم. چرا این حرفا رو من زد؟ برای چی این حرفا رو من زد؟ چون تایمی نگذشته بود که من از زندان اومده بودم بیرون. من آخرین زندانم 3 سال، نزدیک 3 سال بود. تو مجموعاً چقدر زندان بودی؟ حدود 5 سال. حدود 5 سال هم زندان بود. خیلی خودم واقعا خسته شده بودم و از اونجایی که حمیدرضا هم یه فرد احساسیه واقعا. خب بالاخره ما از یه پدر مادری 2 روز بعدش رفتم دوباره با پررویی تمام رفتم بهش گفتم که یه پولی بده ما یه موتور بخریم. من یه پولی در آورده بودم، داده بودم جنس برام بیارن. حالا نمیدونم به گیر و دار خورده بود، پوله رو نمیدونم چی شد. حالا بالاخره یارو طرف هی زنگ زدیم بهش که جنس رو برداره بیاره. پولت هم بردن؟ آره. گفتیم بابا یه حرکتی بکنیم، اینجوری نمیشه. رفتیم دوباره، من رفتم به حمید گیر دادم که یه حرکتی بکن، یه موتوری بخر ما یه حرکتی بکنیم. با تو هم کار نداریم. آقا برو شناسنامه، از شناسنامه منو در بیارید، اسم منو در بیارید. آخر پیشنهاد شد که حمید یه موتور برام بخر، اسم من از شناسنامه خانواده در بیار. آره در بیار. این کار بکن. گفت نه. آره. به من گفتش که خسته نشدی. این تکونم داد دوباره. گفتم دوباره چی کار کنم؟ واسه خوابی دیده واسه بهسیسی قرار برم. اون موقع الان شده مرکز اقامتی، اون موقع بهش گفتن کمپ. کمپ بهزیستی خونم رو عوض کنی. چقدر من همه این راه ها رو رفتم و نشده واقعا. میشد، آگاهی نداشتم نسبت بهش. شبا کجا میخوابیدی علیرضا؟ شبا تو پارک محل میخوابیدم. شد اونجا اتفاقی برات بیفته؟ کسی ازت بخواد آقا بیخیال شد دیگه کم بیاری؟ آره یه روزی صبح بود از خواب بلند شدم. یه دوستی دارم خدا رحمتش کنه، چند روز پیش به رحمت خدا رفت، سعید بزرگوار، که من اگر اینجا نشستم مدیون اونم. بخشی از زندگیمو واقعا. خیلی دوست خوبه من بود. خب اومد عریضه تندتر برامون به من برگشت گفتش که بابا خسته نشدی؟ چقدر دیگه تا کی؟ تو نگاه کن، من واقعا شوکه شدم. از خود من بدتر بود. چقدر خوشگل شده، چقدر ترتمیز شده. و هم گفتم فکرام میکنم. اون یه بخشی بود. بخش بعدیش اون حرفه بود که حمیدرضا بهم زد. شد یه جایی رو بگیری دیگه، التماس کنی بگی. آره محرم 1382 بود. تو خیابون میخوابیدم. از تو پارک خیلی سرد بود. اون سال محرمه تو زمستون بود. خب یه دوشک و لحاف هم از خودم داشتم، اما نمیتونستم از سرما حس اینو نداشتم با خودم کول کنم ببرم. این تکه بچه ها دیده بودی اون زمان تکیه میزدن با چادرهای مادرشون؟ با چادرها میزدن. آره. که یه دونه نوهم بابتش خوندن. رفتم دیدم یه تکیه هست، رفتم اون تو دیدم موکت هستش. رفتم همونجا یه جوری چمبه زدم، گرفتم خوابیدم. فرداش از خواب بلند شدم، شبش اومدم برم اون تو بخوابم. ساعت 1:30-2 شب بود. خیلی راحت تر از بیرون خوابیده بودم. اومدم دیدم یه جا برام افتاده، یه پرس غذا بغل بالا سرمه. خدایا میخوای با من چیکار کنی؟ غذا رو خوردم، خوابیدم. صبح که از خواب بلند شدم دیدم سرویس صبحونم بالا سرمه. یه لیوان شیر، چایی، نون، پنیر. من یاد ندارم تا عمرم پنیر خورده باشم. از طرف عذرخواهی کردم ولی بقیه رو خوردم. گفتم اگر پنیر میمونه عذرخواهی میکنم ازت. زدم بیرون. شبش اومدم همون روز رفتم مجددا پیش حمیدرضا. به حمیدرضا گفتم که
اون قصه که برات گفتم که دوباره بیا یه حرکتی برام تو اون چادره خاصی دیگه صاحب نه اون موقع هم نگفتم هنوز چادره با تکیه فهمیده یکی میاد شبا اینجا میخوابه. اون لحظه نخواستم. حمید رضا که اون حرفا رو به من زد و من برگشت گفتش که بابا بیا دیگه. یه جورایی میخواست اون حرفی که اون روز به من زده از دل من در بیاره. یه قرمایه‌ای هم باز گذاشت تو جیب ما که اون حرفا رو در بیاره. ما اومدیم بیرون. شب اومدم اونجا گرفتم خوابیدم با تمام داشته‌هام، هم پول داشتم هم مواد داشتم. توی اون فاصله 250 گرم از اینکه جنس امانی گرفتم. میفروختم پولم داشتم. اما اومدم یه پیت علوی بود، این ستونش که زده بود با پیت علوی زده بود. ستون چادره. آره. چادر. این ستونه رو گرفتم، اشک ریختم. گفتم بابا یه حرکتی دیگه بست جونمو بگیر دیگه. چه خبر آخه؟ من باید چرا خانواده‌مو اذیت کنم؟ من خیلی خانواده‌مو دوست دارم. بذار قصه خوش هم نشون بدیم. علیرضا کار بزرگی کرده به نظرم. میدونم خیلی الان میگید این کارم کرده، اینجوری وای یعنی چی؟ پشده جمع کرده، پشده گذشته‌شو جارو کرده. عجیبه به نظرم، خیلی عجیبه. این آیتم رو با دقت تماشا کنین که ببین علیرضا این روزها داره چی کار میکنه، اونم با چه کسایی. برمیگردیم. به جایی رسید که اومدم تو همین پارک دیدم خیلی وضعش خرابه. اینجا یه سقو بود، این زیر مثلا سرقفلی بود، مثلا شبا اینجا میخوابید. چطوری میخوابیدی؟ آره اینجوری معمولا. آره علیرضا این که همدرد منه و از یه منجلابی بیرون اومده که خودم هم درگیرش بودم. یعنی یه چیزی درونم بهم میگفت نباید ولش کنی. اگه ما مثلا علیرضا رو ول میکردیم شاید هم علیرضایی در کار نبود. خدای نکرد اتفاقات بدتری میافتاد. یعنی نزدیک 10 سالی میشد من تو این پارک نیومده بودم، اما اینجا جاییه که من هم مواد مخدر مصرف کردم، هم مواد مخدر فروختم. همین که اینجا خوابیدم کارتون خوابی کردم. لایه اینجاها مثال فصل اون زیرا جاسازامون بود. هی متفاوت بود دیگه، جاهای مختلف می‌ذاشتیم. بعد موادو که میفروختی طرف خودش میومد اینجا نه خب جنس عمدهمون اینجا بود. هیچ وقت که نمی‌ذاشتیم چیز کنیم. حالا بعد شنیدم به اصطلاح خیلی‌ها رو بهبود داده، به خیلی‌ها کمک کرده، بعد انجمنی شده، الان نونوایی داره، بچه‌های بهبودی رو گرفته زیر پروبالش. خیلی خوشحال شدم. بله برگشتش. ما هم خدا رو شکر میکنم همه جوونا برگردن. خب علیرضا پیشینه قبلش اینجوری بوده که به همدردای خودش خیلی سرویس داده، کمک کرده. الان میخواست برای خودش دیگه بعد از 10 سال کاری رو شروع کنه، دیگه میخواست برای زندگی خودش تلاش کنه و اون چیزی که از دست من برمی اومد این بود که یه جایی رو در اختیارش بذارم تا بتونه استارت اولیه کارش رو بزنه. فرقش اینه که همه بهبودی یافته ها اینجور همه پابرنا، همه کسایی که درد کشیدن و خلاف کردن، پول مفت خوردن، الان دارن پول حلال میخورن. بهترین نونوایی این تا عمرم دیدم، کار کردم از هر لحاظ. علیرضا بچه‌ها رو معرفی کن. آقا سفر همونی که خوابی واسه ما دیده بود. بعد ایوب جانه که چند وقتی داره با ما زندگی میکنه، کار میکنه. مهدی هم 2 سالی هستش که از جاهای دیگه هم با من بود. فرزاد قایم میشه. فرزاد
فرزاد کسیه که من خیلی بهش مواد فروختم، بعدم خیلی هم با هم دیگه مصرف کردیم، الان هم با هم دیگه داریم نون دست مردم میدیم. آره آره دیگه، همین وری همون وری بالاخره دیگه. آره فرزاد هم یکی از کسایی که ما با هم دیگه بالاخره کارهای خوبم با هم زیاد میکنیم. از موقعی که اومدیم اینور خیلی کارهای خوب با هم دیگه میکنیم. پاکاره. نونش خیلی خوشمزه است. با وجود همه اینا اگه این بچه‌ها رو اون روزاشون رو می‌دیدید، همه اینا رو من اون تو مرکز دارم، اون روزاشون رو دارم. اگه اون روزشون رو ببینی امروز رو می‌بینی می‌فهمی چه لذت. من اون لذت من میبرم، شاید شما نبرید. یه دست بزنیم برای کار بزرگ علیرضا. اینم بگیم که دوستان هم میگفت آقا اینقدر ساده است مثلا مواد فروختن یا نخیر. ایشون 5-6 سال زندانش هم کشیده، به این سادگی هم نیست. خونه خاله هم نیست که مواد بدی کسی باید کار نشه باشه. درست آقا؟ بله آقا. بله. یه اتفاقی یکی از بچه‌هایی که یه زمانی یه چیز دیگه خرید می‌کرده از علیرضا الان اینجاست که دارن با هم تو نونوایی کار میکنن. درسته دیگه آقا فرزاد دیگه ها؟ آره آقا فرزاد البته اینو بگم صبحها توی کلینیک مددیار اعتیاده، میدونم. ظهرها هم میادش به ما کمک میکنه، با هم دیگه بالاخره نون میدیم دست مردم. آفرین، هیچی هم بهتر از این نیست. آره واقعا. آره. علیرضا فرزاد تو فکر می‌کردی یه روزی با علیرضا اون همه ماجرا کنار هم دیگه تو نونوایی؟ فرزاد چی علیرضا رو نجات داده به نظرت؟ چی تو رو نجات داده؟ فصل مشترک شما چیه؟ یه روزی پیش بودی واسه مواد گرفتن رو با هم کشیدن، الان صبح مددکاری با هم دیگه، ظهر نون دست مردم میدین، پول کمه، درآمد کمه، کلی هم مصیبت دارین. چرا حالتون انقدر خوبه؟ همه اینا از خدا بزرگه. آخه من وقتی اومدم دیدم علینا رفتم، خب ساب جنس من بود، رفیق من بود، با هم مصرف میکردیم و خیلی خاطرات تلخی با هم داشتیم اون روزها. واسه هر کدوممون یه جوری سخت بود. حالا خدا بی‌معرفتی کرد، یه جورایی به ما لطف کرد، نمیدونم چی بود. علی رو زودتر نجات داد. من اومدم خدایی حسودیم شد به بچه‌ها، اونایی که نیستن، جاشون خالیه، خیلیاشون نیستن. من اومدم و دیدم علی رفته و منم اومدم تو این مسیر. خیلی به من کمک کرد علی. حالا خیلی از خانواده فکر می‌کنن اونی که مواد فروشه باید کشتش، دارش زد، اما همین علی که مواد فروش من بوده خیلی به من کمک کرد. من سالهای اولی که ترک کرده بودم خیلی دلم می‌خواست دوباره بزنم، انقدر مشکل داشتم. همین صحبت‌های علی بود که آرومم می‌کرد. خدا بزرگه، درست میشه و اون چیزی رو که امروز من از جلوه حق میدونم علی توی گوش من میخونه. بابا علیرضا کاری کرده که هیچ کی نمیکنه. علیرضا به بچهای بهبودی یافته مواد مخدر کار داده. چیزی که ما هر چقدر التماس میکنیم و داد میزنیم کسی حاضر نیست اعتماد کنه تو کارخونه‌اش، تو کارگاهش، با آدمی که قبلا مصرف کننده کار بده. علیرضا این کارو میکنه برای اینکه اون دوران رو فهمیده. علیرضا یه ذره با اون سه نفری که روبروتن و فرزاد که یه زمانی با هم کار دیگه می‌کردی الان کار دیگه، تیتراژ ما داره پخش میشه، باشون حرف بزن. علیرضا فقط میتونم بگم که حلالم کنن، دست تک تکشون رو میبوسم. الان دیگه همه چی خوبه دیگه، خدا رو شکر. بیا علیرضا بیا دیگه داری فن میزنی. علیرضا بیا. دو تا رابطه علیرضا و فرزاد عجیبه واقعا، میشه راجع بهش 3-4 ساعت برنامه ساخت. بیا علیرضا بیا. میکنم که راه میره نگاش میکنم میگم خدای شکرت، نگاه بچه‌هاش میکنم میگم خدای شکرت. مادرم باورت میشد اون علیرضا بشه این علیرضا؟ حلال کنه. باید ما هم حلال کنه. این نکته مهمه. شما یه بار دیگه بفرمایید. علیرضا باید ما رو حلال کنه. من چرا؟ چرا؟ دوستش داشتم، می‌خواستم نجات پیدا کنه ولی اون کارو کردم، خیلی عذاب وجدان گرفتم. خب حالا همه ناراحتیایی که شما کشیدین، همه اذیتایی که شما در واقع بهتون وارد شده به خاطر ایشون، این دوتا دارن سر علیرضا میارن.
و این دو تا بذارید کمک. نه میگه سلام علیکم. علیرضا بیا کمک. بیا کمکش کن. خانم قشنگ کشید این بچه رو. اونقدر کت در اومد. علیرضا الان یه دوقلو داره. بفرمایید. شما خانم اگه اشکال نداره بین مادر شوهر پاس تو پیش من. بشین همینجا. ماما جانم. الان یه دوقلو داره، الان نونوایی هم داره و برای ماجرای گذشته پی بچه هاست برای ترکشون توی کمپی کار جدی میکنه. با فرزاد همینطور. اون نونوایی هم که شده برکت زندگیشون. علیرضا یه چیزی میخوام بگم طلایی ثانیه‌های آخرمونه. با کسایی که شبیه 10 سال پیشتن حرف بزن. کسایی که اول شروع کردن مصرف یواش یواش برای معاش زندگیشون حتی ممکنه مواد دست مردم بدن. این روبرو ناکو کنار بچت. الان که حالت خوشه، الان که حالت خوبه، الان که داری میدوی برای جبران گذشته، تو حرف بزن باش. کسی که الان از در میره بیرون توی پارک میخواد جنس به کسی بده، کسی که ازش خرید میکنه، حرف بزن. بابا من همه راهش رفتم، من تا تش رفتم. یه چیزیه برمیگرده میگه گشتم نبود نگرد نیست. این چتن دارم میگم، گشتم نبود نگرد نیست. آخرش برمیگرده به ناکجا آباد. من رفتم، همه رو رفتم، تا تش رفتم، چیزی پیدا نکردم واسش. استوب کن. اگر یه دوستی میاد، یه دوست بهبودی میاد سمتت، حرفشو قبول کن، بپذیر. یه نمیدونم والا. و تو رو چی نجات داد؟ منو خیلی چیزا. یه چیزیشو بگو بزرگ. از زمانم تموم شد. چی بگم؟ یه سوالی کردی که اصلا منو کردی تو آمپاس. یه جمله تو رو چی نجات داد؟ منو خدا نجات داد. امید نجات داد. امید به زندگی. چون من از ناامیدی به امید رسیدم. تمام. خیلی ممنونم از همه شماها. خیلی متشکرم که ما رو امین دونستین و محرم و قصه زندگیتون با همه سختی‌ها رو برای مردم در میون گذاشتین. فرد ازت ممنونم. این روزا رو بهت تبریک میگم که حالت انقدر خوبه و اینقدر با علیرضا رفیق‌ترین و با هم کارهای بزرگتر دارید میکنید. متشکرم. یادتون باشه برای کار خوب بزرگ ما هم خوب باشیممون عدد 7 رو برای 2780 ارسال کنید تا ماجرام بتونه بهتر فراهم بشه. خیلی خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیزم برای پخش فوتبال در خدمت شما هستن. این سویچ پن آخرم بذارین به حساب شلوغی جمعیت اینجا. ماهتون اصل. خداحافظ.